نماز صاحبان عذر، نماز مریض. از مظاهر رحمت الله متعال بر مسلمانان این است که عبادت را به قدر توانشان مرتبط گردانیده، لذا بر مریض ادای نماز را مانند انسان تندرست قرار نداده. اگر بیماری توانایی قیام را داشت ایستاده بخواند، اگر توان ایستادن را نداشت نماز را نشسته بخواند، اگر توان نشستن را نیز نداشت بر پهلو رو به قبله خوابیده نماز بخواند، اگر به پهلو نیز قادر نبود بر پشت بخوابد و پاهایش را به سوی قبله دراز کند. اگر این هم برایش آسان نبود به هر گونه ای که برایش ممکن بود نماز بخواند، زیرا که خداوند متعال فرموده است از الله تعالی به قدر توان بترسید، سوره تغابن. و نیز فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم به عمران ابن حسین است که فرمود ایستاده نماز بخوان، اگر نتوانستی نشسته بخوان، اگر نتوانستی بر پهلو بخوان. و با سهولت و آسانی که شریعت آن را تهدید کرده، علما گفتند اگر بیمار نشسته نماز خواند و توان سجده را داشت بر وی سجده کردن واجب است. اگر بیمار نشسته نماز خواند و از سجده کردن عاجز بود پس با بدنش به رکوع و سجده اشاره می کند و سجدهش پایین تر از رکوعش می باشد. اگر اشاره با بدن مشکل بود با سرش اشاره می کند. همچنین اگر بر پشت خوابیده نماز خواند با سر خود اشاره می کند. و همچنین شریعت قرار گذاشته که اگر برای بیمار وضو گرفتن در هر نماز مشکل باشد و یا خواندن نمازها در اوقاتش مشقت بار بود، می تواند جمع بین دو نماز ظهر و عصر و بین مغرب و عشا در وقت اولی و یا دومی بر پایه این که کدام یک برایش مناسب تر است ادا بکند. و با وجود این همه تسهیلات تا زمانی که عقل بیمار کار می کند نماز هرگز از وی ساقط نمی شود. برای بیمار شایسته نیست که به بهانه بیماری در مورد نماز سستی کند و باید به قدر توان در ادای نماز تلاش کند. اگر بیمار در وضعی بود که چند روزی بیهوش می شد و سپس به هوش می آمد، در حالت هوشمند بودنش بر طبق تواناییش نماز می گذارد و نمازهایی که در حالت بیهوشی از وی فوت شده قضایی ندارد. ولی اگر بیهوشی او دوامدار نبود، مانند این که یک روز یا 2 روز بود، باید به قدر توانش قضای آن را ادا کند. نماز مسافر. از آنجایی که مسافر در سفرش با سختی‌های زیادی مواجه می شود، شریعت برایش اجازه داده تا نماز 4 رکعتی را قصر کرده 2 رکعت بخواند و نیز برایش اجازه جمع کردن میان 2 نماز ظهر و عصر و میان مغرب و عشا را داده است. خداوند متعال می فرماید هرگاه در زمین سفر کردید بر شما گناهی نیست که در نماز قصر کنید، اگر بیم داشتید که کفار بر شما فتنه ایجاد کنند. کافران هر آینه برای شما دشمن واضحی هستند. و همچنین از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت شده که گفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم از مدینه به سوی مکه برآمدیم، پس نمازها را با ما 2 رکعتی ادا کردند تا اینکه برگشتیم. برای سفر مسافت معینی شرط نیست. هر آنچه که در عرف کلمه سفر به آن گفته می شود سفر بوده، نماز در آن قصر می شود. قصر مسافر پس از ترک خانه های شهری که در آن سکونت دارد آغاز می شود. برایش قصر نماز جایز نیست تا زمانی که در خانه مسکونی خود می باشد، زیرا از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم روایتی ثابت نشده که قصر نماز کرده مگر بعد از خارج شدن از آبادی های محل اقامتش. اگر مسافر به سرزمینی برسد و قصد اقامت 4 روزه و یا بیشتر از آن را کرده، باید که نمازهایش را کامل بخواند. اگر قصد اقامت کمتر از 4 روز را داشت می تواند قصر بخواند. اگر قصد اقامت مدت معینی را نداشت بلکه میخواست به مجرد انجام کارش آنجا را ترک گوید، برایش قصر خواندن تا برگشتن جایز است، هرچند که مدت اقامت بیش از 4 روز نیز گردد. اگر مسافر در پشت سر امام مقیم نماز خواند،
اگرچه یک رکعت را در نماز 4 رکعتی دریافته، باید نمازش را 4 رکعت کامل بخواند. اگر مقیمی در پشت سر مسافری که نماز را قصر می‌خواند اقتدا کرد، بر وی واجب است تا بعد از سلام دادن امام نمازش را به اتمام برساند و لازم نیست که جمع و قصر با هم باشند. احیانا دو نماز جمع و قصر میشوند و احیانا جمع میشوند و قصر نمیشوند. و در هنگام سفر انسان به طور عادی از وسیله نقلیه استفاده میکند. در گذشته از شتر و اسب و بعدها از ماشین و قطار استفاده میکردند که با تکامل وسایل اکنون از هواپیما کار میگیرند. وسایل نقلیه هرچه باشد و به هر جهتی که در حرکت باشد، مسافر میتواند در آن نماز نفلی بخواند، به دلیل آنچه که ثابت شده رسول الله صلی الله علیه و سلم سوار بر مرکبشان به هر سویی که رهسپار بود نفل می‌خواندند. اما اگر نماز فرض بود، نماز صحیح است اگر توان پیاده شدن برای نماز خواندن در زمین را نداشته باشد، به هر علت و سببی که باشد، و در این حالت به گونه عادی نماز می‌خواند، طوری که رو به قبله کرده و رکوع و سجده می‌کند، به همان گونه عادی اگر توانایی آن را داشته باشد. و اگر توانایی رو به قبله شدن را ندارد و یا توانایی رکوع و سجده را ندارد، بر وی لازم است که در هنگام تکبیرة الاحرام رو به قبله باشد. پس از آن طبق توجه اتوبوس به هر سو نماز می‌خواند و برای رکوع و سجده اشاره می‌کند. و از دیگر عذرهایی که جمع میان دو نماز را در مسجد جایز می‌داند، باریدن باران است، زیرا از علل و اسباب مشقت می باشد، ولی زنانی که در خانه نماز می خوانند برایشان جمع در این حالت وجود ندارد.